تعریف چیست؟ حرکت ذهن از تصورات معلوم برای کشف تصور مجهول. فرض کنید جزیره برای ما مجهوله، ما توسط بعضی از مفاهیم مثل آب، تک زمین اون رو تعریف میکنیم و معلوم میشه. پس در واقع ما در تعریف سر کارمون با تصورات است. تعریف لغوی مرکبات میشه آمیخته‌ها، ترکیبات یا پیوندیان. اما تعریف به مثال مرکبات میشه میوه‌های مثل پرتقال، لیمو و غیره. و تعریف تحلیلی مرکبات میشه میوه‌های مناطق نیمه گرم سیری.